ازتون میخوام برای چند ثانیه غرق این تصویر و صدا بشید. این صدا رو زمانی که وارد اعماق اقیانوس بشید میشنوید که از نظر من هیچ صدایی و هیچ حسی ترسناکتر از این حس نیست. کره زمین همونطور که اطلاع دارید بیشتر بخشای اونو آب فرا گرفته، قسمت‌های آبی رنگ که اگه به اعماقش سفر کنیم هیچ چیزی نمیبینیم به جز تاریکی محض. اما اقیانوس ترسناکیش فقط به عمیق بودن و صداهای ترسناک داخلش نیست. ترسناکیش به اون موجوداتیه که داخلش زندگی میکنن. اگه 40 متر به اعماق اقیانوس سفر کنیم به غیر از زیبایی هیچ چیز دیگه ای نمیبینیم. ماهیای رنگ و رنگ، ستاره های دریایی باسنگنده و کلاً زیبایی که هر انسانی با تجهیزات و لباس غواصی میتونه به 40 متری اعماق اقیانوس سفر کنه. و بعدش اگه بخوایم به 500 متر در اعماق اقیانوس سفر کنیم بازم زیاد چیز خاصی به چشم نمیخوره. فقط ممکنه ماهیایی ببینیم که یک کمی خشن‌تر و جدی‌ترن. و اگه 1000 متر به اعماق اقیانوس سفر کنیم اینجا کلاً با سیاهی مواجه میشیم. فشار آب وحشتناک بالا میره و ممکنه با هر موجود کشنده‌ای مواجه بشیم. اما اگه بخوایم بیشتر به اعماق اقیانوس سفر کنیم اون موقع ممکنه چیا ببینیم؟ آیا ممکنه موجوداتی اونجا زندگی کنن که یه هیولای واقعی باشن؟ آیا ممکنه چیزایی اونجا باشه که هر انسانی رو میخکوب کنه؟ که خب باید بگم روی ویدئوی مناسبی کلیک کردید. امشب برای بار دوم قراره به اعماق اقیانوس ها با هم سفر کنیم و ببینیم چه موجوداتی در اقیانوس زندگی میکنه. و همچنین یه لیست اینجا آماده کردم واسهتون از موجوداتی که یه بارم اونا رو توی زندگیتون ندیدین و به قدری این موجودات ترسناکن که ممکنه 100,000 برابر بیشتر از اقیانوس ها بترسید. که خب این کار منه. البته اینایی که اینجا نوشتم موجودات ثبت شده است و واقعا هستن و علاوه بر اینا چند تا فیلم پیدا کردم که مردم به صورت کاملا ناگهانی با چیزایی برخورد کردن که واقعا نگم سلام بروچ، چه خبر؟ قبل از اینکه با هم سفری به اعماق اقیانوس‌ها داشته باشیم تازگی‌ها یه بحثی سر زبون افتاده درباره ناسا. شاید خیلی‌ها ندونن اما ناسا قبل از اینکه تصمیم بگیره درباره فضا و سیارات تحقیقات انجام بده قبلا روی اقیانوس‌ها تحقیقات انجام میداده. یعنی به اعماق اقیانوس‌ها سفر میکرده، کاوش میکرده، اطلاعات جمع میکرده و تحقیقات انجام میداده که یهو و کاملا ناگهانی تحقیقات درباره اقیانوس‌ها رو متوقف میکنه و میچسبه به فضا. و همین داستان باعث شد مردم فکر و خیالای وحشتناک و عجیبی به ذهنشون بزنه که چرا ناسا یهو از اقیانوس پرید به فضا. و قبل از اینکه دلایلش رو با هم بررسی کنیم من یکی به شخص واقعا به ناسا حق میدم که اقیانوس رو متوقف کرد و چسبید به فضا، چون واقعا اقیانوس یه جهنم واقعیه. واقعا جهنمه، خیلی جهنمه، خیلی.
برای مثال چند وقت پیش فیلمی در سرتاسر اینترنت دست به دست شد که چند محقق با زیردریایی در سطح اقیانوس داشتن سفر می‌کردن. ناگهان زیردریایی چراغ خطرش به صدا در میاد و به محققا هشدار میده که یه موجود داره نزدیک زیردریایی میشه. محققا فکر کردن ممکنه کوسه باشه، ممکنه نهنگ باشه، هشپا باشه یا هر چیز دیگه ای، اما متوجه شدن که سرعت حرکت این جونور خیلی زیاده که بعدش دوربینا رو در میارن و این فیلم وحشتناک رو ضبط میکنن. چند سال پیش چند محقق دیگه یه دستگاه ربات مانند رو که دوربین و دستگاه ضبط صدا داشت رها میکنن در اعماق اقیانوس تا اگه وسیله‌ای، کشتی یا هر چیز باحالی برای تحقیق پیدا کردن ثبت و ضبطش کنن. زمانی که این دستگاه پایین میرفت و در سطح اقیانوس بود، مثل همیشه ماهیای رنگ و رنگ خیلی خوشگل واسه خودشون زندگی میکردن و از جلوی دوربین رد میشدن. یکم که این دستگاه پایین تر رفت، ناگهان یه دستگاه نفتکش قدیمی رو اونجا دیدن و خب تصمیم گرفتن نزدیکش بشن. زمانی که نزدیک این نفتکش شدن، ناگهان یه اتفاق عجیبی افتاد. همونطور که میبینید یه ماهی ظاهراً یه چیز نیزه مانند و تیر مانند خورده و به اصطلاح شکار شده و داره میمیره که بعدش ناگهان یه موجود عجیب به سرعت نور از جلوی دوربین رد میشه. فکر کن یه موجود داخل اقیانوس زندگی میکنه و برای شکار نیزه پرت میکنه و سلاح داره. مگه میشه؟ مگه داری مثلا همچین چیزی؟ من الان دلم میخواد اول راجع به ناشناخته های اقیانوس حرف بزنیم و بعد بریم سراغ شناخته شده ها و بعد که کلن با داستان اقیانوس آشنا شدیم و وحشتناک بودن اقیانوس رو درک کردیم، اون موقع نتیجه گیری کنیم که چرا ناسا فعالیت اقیانوس رو متوقف کرد و چسبید به فضا. اوکی؟ فیلم بعدی که تنها آرزوم اینه که این فیلم واقعی نباشه، این فیلم. در یک شهر ساحلی مردم داشتن در کمال آرامش و لذت زندگی میکردن که ناگهان متوجه میشن آب یا همون اقیانوس یه جانوری رو وارد خشکی کرده که فقط People were casually going about their lives in the area when all of a sudden the waves of the beach washed this bizarre monster ashore. In the video, we can clearly see that this huge and lumpy creature doesn't look like any other. We move to the front. This is what we see. Yes, we can see the face of the monster, and the first scary thing that we notice here is its abnormal tusk, hollow eyes, and absolutely deformed body that doesn't allow us to recognize. Is what a man named Jeff Warren says he found on Wolf Island on Friday. That's just north of. نظر شما چیه برابچ؟ واقعیه؟ شایعه است؟ نیست؟ از کجا اومده؟ چند تا مثل اینا هست؟ و کم کم داریم درک میکنیم که چرا ناسا اقیانوس رو ول کرده و چسبیده به فضا. واقعا منم ناسا بودم ول میکردم. اما حالا اگه به یاد داشته باشید در پارت قبلی اقیانوس ها راجع به یه افسانه و هیولایی حرف زدیم به اسم بلوپ که یه ماهی گنده بود و فیلم و انیمیشن های وحشتناکی ازش ساخته بودن که یه افسانه بود، درسته؟ و الان قرار راجع به افسانه‌ای حرف بزنیم که 100 برابر ترسناکتر از اون ماهی است و علاوه بر این که این افسانه است چندین بار هم دیده شده در اقیانوس‌ها. اوایل زمانی که این افسانه معروف شد خیلی‌ها تصور می‌کردن این موجود شدیداً بزرگ و غول‌پیکره و فیلمایی ازش ساختن که واقعاً مو به تن سیخ می‌کنه.
این یه افسانه است و اسم این جونور الان روی تصویر میاد واسمون که اگه به ظاهرش دقت کنید و بخوایم از حالت افسانه‌ای بودن خارجش کنیم، یکم شبیه همون جونوری هستش که اول فیلم با هم دیدیم. و حتی این فیلم که خیلی بیشتر بهش میخوره خودش باشه. خیلی خوب، حالا این قسمت ویدیو شدیداً ذهن شما رو درگیر میکنه. چرا؟ چون قراره با هم نه تنها بیشتر به عمق اقیانوس‌ها سفر کنیم، بلکه قراره موجوداتی رو با هم بررسی کنیم که نه تنها ثبت و پیدا شدن، بلکه شدیداً وحشتناکن. اولین ماهی که الان تصویر و اسمش رو روی صفحه میبینی، در اعماق اقیانوس‌ها، جایی که هیچ گونه نوری وجود نداره، زندگی میکنه. این ماهی یه چیز چراغ مانند بالای سرش داره که ازش برای جلب توجه استفاده میکنه و زمانی که طعمه توجهش به این چراغ جلب میشه، به سمت چراغ میره که ناگهان در همون لحظه توسط این ماهی شکار میشه. قسمت ترسناک این ماهی دندونای این ماهیه و به قدری تیز و به قدری بزرگ و به قدری قدرتمندن که اگه یه انسان اسیر این ماهیا بشه، به دردناکترین شیوه ممکن کشته میشه. و حتی اندازه این ماهیا اونقدری که فکر میکنید کوچیک نیست، تا حتی قابل توجهی بزرگه. ولی خب احتمالش خیلی کمه. تصور کنید که دارید توی اقیانوس شنا میکنید و نهایت لذت رو میبرید. ناگهان حس میکنید ای وای، چرا پاتون داغ شده؟ وقتی پاتون رو میارین بالا میبینید پام قطع شده. و به قدری دندونای این ماهی قدرتمنده که در حد قطع شدن گاز میگیره. و خب واقعا ماهی ترسناکیه و جای ترسناکی هم زندگی میکنه. و اما موجود بعدی اسمش لاووس زبونخوره. لاووس مثل همه آبزیهای دیگه تقریبا در اعماق اقیانوس زندگی میکنه، ولی این جانور ببینید چقدر چندش و دیوسه. اول از همه این جانور به شدت ریز و فرزه و زمانی که یه ماهی میبینه خودشو به شکل یه غذا در میاره و ماهی بدبخت خیال میکنه این غذاست و سریعا لاووس رو میبلعه. اما لاووس دیوس نمیره این پایین، میچسبه به زبون ماهی و کلن زبون ماهی رو میخوره و از بین میبره و بعد همونجا میچسبه. و قسمت ترسناک اینجاست، زمانی که این ماهی میخواد غذا بخوره، لاووس اجازه این کار رو به ماهی نمیده و هر چی غذا وارد دهن ماهی میشه، لاووس اونو میخوره و به همین شکل و به مرور زمان ماهی از گرسنگی میمیره. و حالا بریم سر اصل مطلب. در سال 1958 ناسا تصمیم گرفت تحقیقات درباره اقیانوس‌ها رو به کلی متوقف کنه و تا الان ما فقط 5% اقیانوس‌ها رو کشف کردیم و 95% دیگه کلاً تو هواست. و خب ممکنه الان خیلی‌ها بپرسن که چرا ناسا تحقیقات درباره اقیانوس‌ها رو یک دفعه و ناگهانی رها کرد. ببینید دلایل و تئوری این داستان خیلی زیاده و اگه بخوایم اول تئوریا رو با هم بررسی کنیم، زمانی که ناسا تحقیقات اقیانوس‌ها رو متوقف کرد، خیلی‌ها از جمله دانشمندان و افراد بزرگ ادعا داشتن که ناسا قطعاً با یه چیز وحشتناک در اقیانوس مواجه شده که تصمیم گرفته تحقیقات رو رها کنه و بعد واسه اینکه تمرکز مردم رو عوض و گمراه کنه، از اقیانوس تغییر هدف میده و به فضا میچسبه و هیچ وقت به مردم اون چیزی که در اقیانوس‌ها دیده رو نمیگه. که واقعا هم اگه از حق نگذریم، خب الان با هم بررسی کردیم که اقیانوس چقدر وحشتناکه، چه موجوداتی رو الان با هم بررسی کردیم، کشف شده و نشده. واقعا اصلا یه دنیای وحشتناکیه. و همچنین فیلمایی که الان ما با هم دیدیم، یه سری آدم معمولی بودن با تجهیزات معمولی که وارد اقیانوس شدن و با همچین چیزایی برخورد کردن. اون وقت شما فکر کن ناسا که این همه تجهیزات داشت و این همه پول خرج میکرد واسه کاوش‌های داخل اقیانوس، واقعا اونا ممکنه چه چیزا ندیده باشن و با چه موجودات وحشتناکی مواجه نشده باشن. داریم راجع به اقیانوس حرف میزنیم، دنیای شدیداً تاریک،
عمیق و وحشتناک. اما خب اگه بخوایم دلایل منطقی بیاریم، اولا اقیانوس خیلی سخت‌تر و بیفایده تر و ریسکی تر از فضاست. چرا؟ ببینید در اقیانوس اگه بخواد ناسا خرج کنه واقعا نمیصرفه. چرا؟ چون اولا نور خورشید اونجا نداریم، فشار آب به قدری زیاده که اگه هر وسیله‌ای بسازن از پا در میاد و دوما بیفایده است. چرا ناسا بیاد این همه وقت بذاره و این همه پول خرج کنه برای اقیانوسی که توی زمینه؟ به جاش میاد راجع به سیارات دیگه تحقیق میکنه که هم به درد آینده میخوره و هم امیدی هست برای نجات نسل بشر از انقراض. که خب واقعا بد نگفتم، دلیل منطقی بود که این تئوری واقعا مدرک معتبری نیست که بیام قاطعانه واسهتون ارائه بدم و جواب قطعی بهتون بدم، ولی خب این دلایلی که گفتم منطقی بوده که بودجه نداشتن، یکی اصلا صرف نداره و ارتش وقت گذاشتن نداره اقیانوس، و سوما واقعا ریسکیه چون هر موجودی و هر چیزی که فکرشو بکنید اونجا زندگی میکنه. که خب بازم قضاوت با شماست. اگه احساس میکنین واقعا ناسا یه چیزی دیده و یه چیزی رو از من و شما مخفی میکنه، تصمیمش با شماست. اگر میخواین دلایل منطقی ارائه بدین، بازم تصمیمش با شماست. من این وسط فقط ارائه میدم مطلبا رو زبونم چرا میگیره. که خیلی خوب برای بچینم از این ویدیو بود. مرسی که فیلمو تا اینجا تماشا کردید. امیدوارم لذت، ترس، هیجان و اون حس دارکی که همیشه دلم میخواد بهتون منتقل کنم منتقل شده باشه بهتون. مرسی که فیلمو تا اینجا تماشا کردید و عشق منین. تا فیلمای بعد لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. تا فیلمای بعد خدا نگهدار.